زگیتی دو کس را سپاس، یکی حق شناس و یکی حد شناس. سعدی شیخ اجل چی زیبا نعمت شناسی و حق شناسی را برای ما بیان می کند. چو بهبودی طبیب از خود میازار، یعنی رفتی دکتر بعد حالت خوب شد، همچنان برای دکتر و پزشک اون حرمت را نگه دار. چو بهبودی طبیب از خود میازار، که بیماری توان بودن دگر بار. چو باران رفت بارانی میفکن، باران که تمام شد چتر تو پرت نکن. چو باران رفت بارانی میفکن، چو میوه سیر خوردی شاخ مشکن. چو خرمن برگرفتی گاو مفروش، که دون همت کند نعمت فراموش. منه بر روشنایی دل به یک بار، چراغ از بحر تاریکی نگهدار. نشاید کادمی، خیلی عذر میخوام اینو سعدی میگه، نشاید کادمی چون کره خر، چو سیر آمد نگردد گرد مادر. کره خر عادتش اینه، گشنه که شد میاد، شیر که خورد، سیر که شد دوتا جفتک میندازه با یه لگد دور میشه. نشاید کادمی چون کره خر، چو سیر آمد نگردد گرد مادر. وفاداری کن و نعمت شناسی، لئن شکرتم لازیدنکم. وفاداری کن و نعمت شناسی، که بد فرجامی آرد ناسپاسی. جزای مردمی جز مردمی نیست، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جزای مردمی جز مردمی نیست، هر آنکو حق نداند آدمی نیست. وگر دانی که بدخویی کند یار، تو خوی خوب خویش از دست مگذار.